نمایانترین این مذهب‌ها و اعتقادها این مذهب گومانیستی، دنیوی، لیبرالی، اتئیستی، ماسونی، عبادت شیطان، سازشنامه جمعیتی، حرکت عصر نو و مفهوم آزادی زن، نظریه اِوولوسیا و مارکسیستی میباشد. همه اینها شاخه‌ها یا ادامه یا جوابیه‌ها به تحریف این قصه ساخته شده میباشد. رمز سوره اسراء، وحی را تحریف نمودن بنی اسرائیل و اثر آن بر مسیر بشریت. اصلاح سوم بنده ما است. اصلاح سوم و وعده آخرین را با دور کردن فسادکاری بنی اسرائیل و نابود کردن برتریشان و درآمدن بندگان خدا از امت محمد علیه السلام به مسجد اقصی چنانچه بار اول به آن درآمده بودند انتظار هستیم و محو ساختن برتری بنی اسرائیل چه خیلی که در آیات‌های سوره اسراء آمده است. پس هنگامی که وعده دیگر فرا رسد چنان دشمنان بر شما مسلط هستند که آثار غم و اندوه در چهره هایتان ظاهر می شود و به مسجد درآیند همان گونه که در مرتبه اول وارد شدند و آنچه را زیر سلطه خود یابند یکسره نابود گردانند. معنی لغوی آیات ها: انا این مقصد حل مجازی رمز است. سبحان الذی پاک و منزه است کسی که بنده اش را شبی از مسجد الحرام به مسجد الاقصی که گرداگردش را برکت داده ایم برد تا برخی از آیات خود را به او بنمایانیم. بیگمان اوست که شنوای بیناست. و ما به موسی کتاب دادیم و آن را مایه هدایت برای بنی اسرائیل گرداندیم و فرمودیم که جز من کارسازی برمگزینید. ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم، به راستی او بنده ای شکرگزار بود. و ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات وحی کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی و طغیان بزرگی خواهید نمود. درباره تفسیر این آیات ها از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث نآمده است. مفسران در تفسیر این آیات ها سعی زیاد نمودند، لکن آنها متن ها را با قید و شرط های نبوده مقید کردند. قیدهای مفسران فقط به پند و عبرت مقید نمودن هدف آیات ها، نه چیزی بزرگتر از اینها. مقید نمودن اخبار آیات ها به این معنی که آن در زمان گذشته رخ داده است، با وجود نبودن دلیل و برهان از آیات ها برای گفته هایشان. ذکر شدن مسجد اقصی در آیات ها مفسران را به این گمان وادار کرده است که آنها فسادکاری را به زمین مقدس خلاصه کرده اند و گفته اند در آمدن بندگانی که خدا به سر ایشان میفرستد در حالت وجود داشتن بنی اسرائیل در زمین مقدس عملی می شود. لیکن آیت قرآنی به ما خبر می دهد که آن در مراتبه فسادکاری دوم است، نه در اول. مقید نمودن معنی فسادکاری و برتری فقط به معنی مادی بدون معنی عقیدوی. پس تفسیرشان درباره فسادکاری با عصیان و مخالفت حکمهای تورات محدود می شود که همه این حکم گناه را دارد، نه فسادکاری را. درباره فسادکاری که اینجا لفظ قرآنی است چی فکر دارید؟ آنها برتری را به معنی بی‌عدالتی، طغیان و دشمنی تفسیر کرده اند. اگر این آن برتری موردی نظر می بود، امپریاهای روم، بریتانیا و امریکا به این صفت اولاتر بودند، زیرا یهودان هیچگاه دولتی را مثل زوراوری یا با نفوذی یا با قوتی یا ظالمی این امپریاها نداشتند. مقید کردن مراتبه ذکر شده درباره فسادکاری به حادثه های چون قتل زکریا یا یحیی یا عهد خود را شکستن یهودان با پیامبر صلی الله علیه و سلم، این قید و شرط دلیل از آیات ندارد. این معنی است که آیات ها با آن آغاز شده اند و در مدار تاریخ بشریت و مسیرش در تمام روی زمین همچون آفتاب درخشان گشته اند. مقید کردن هدف از فرستادن بندگان فقط به جزا دادن بنی اسرائیل، نه برای اصلاح کردن فسادکاری ایشان. آنها میان دو مراتبه فرستادن بندگان و به مسجد در آمدنشان و بین واقعه های فسادکاری با شمار پیوند کردند. از این رو آنها چنان فهمیدند که وظیفه آن بندگان تنها آوردن جزا است و بس.
اما حقیقت این است که فسادکاری از دوره‌های طولانی در زمان و مکان عبارت بوده. حادثه‌های محدود یا واقعه‌های معین در زمان و مکان نیست. مقصد اصلی فرستادن بندگان تنها جزا و عذاب دادن آنها نبوده، بلکه اصلاح فسادکاری ایشان می‌بود. آن چیزی که از مفسران پنهان مانده است این است که فسادکاری اصلا تنها بعد صلاح یا اصلاح به وجود می‌آید. از این رو موجودیت بار دومی فسادکاری به طور خودکار به معنای اصلاح آن چیزی است که بنی اسرائیل بار اول فسادکاری کرده بودند و این است وظیفه بندگان و هدف فرستاده شدن آنها. آیات‌های سوره اسراء ظاهراً از این دو فسادکاری خبر می‌سازد، ولی در واقعیت و در معنای کلمه‌هایش از سه اصلاح سخن می‌گوید. از سبب مقید کردن آیات‌ها به اسرائیلیات و معلومات وجود داشته درباره زندگی نامه بنی اسرائیل، اکثر مفسران بر این نظرند که مرتبه اول با غالب آمدن جالوت بر بنی اسرائیل و مرتبه دوم با هجوم بختالنصر کلدانی خراب کردن هیکل سلیمان و اسارت بنی اسرائیل به آخر رسید. بعضی از آنها گفتند که اولی هجوم سنحاریب آشوری و دومی هجوم بختالنصر کلدانی است. برخی گفتند که اولی هجوم بختالنصر و اسارت بنی اسرائیل و دومی حمله وسپاسیان و پسرش تیت در سال 40 میلادی به اورشلیم و اسیر گرفتن یهودیان است. عجایب کار در این است که همه این پادشاهان و سرلشکران بت پرست و از قوم‌های گوناگون بودند و این خلاف متن آیت است که آنها را بندگان خدا توصیف می‌کند و این متن آیت دلیل آن است که آنها مؤمن‌های نیکوکار هستند و چنان که آیات‌ها در هر دو مراتب بیان می‌کنند آنها از یک امتند و این هم به هیچ یک از ملت‌ها و پادشاهان بت پرست مطابقت نمی‌کند. همه این ابن کثیر را با آن وادار کرد که ذکر این روایت‌ها را نادیده گرفته گوید. در این خصوص روایت‌های زیادی اسرائیلی ذکر شده است که نمی‌خواهم با ذکر آنها کتاب دراز شود، زیرا قسمی از آنها از جانب بعضی از بدعتکاران ایشان نقل شده است. روش درست در تفسیر آیات‌ها. روش درست تفسیر این آیات‌ها جستجوی پاسخ به سؤال زیر است. آیات‌ها درباره بنی اسرائیل چه گفتن می‌خواهند؟ ارتباطشان به موقع ایشان از بین انسانیت در تمام قرآن چیست؟ این است آن چیزی که آیات‌ها را از بعض قیدهایی که مفسران گذاشته‌اند رها می‌کند. نکته دیگر این توجه به دقت بیان قرآنی و توجه نمودن به کلمه‌های است که کدامشان اول آمدند و کدامشان بعد، چی حادثه روی داد، چی اثبات شد، چی تکرار شد و چی یک بار آمد و چی در یک مراتبه فسادکاری یاد شده است و در دیگرش یاد نشده است. این تفاوت‌های نازک به معنی آیت تأثیری بزرگ دارد، زیرا تمام متن معجز است و در توصیف دو مورد فسادکاری و تفاوت بین آنها خیلی دقیق است. انا این کلمه ها کلیدهای متن می باشند. فسادکاری سخت میکنید. در لغتنامه های عربی فسادکاری مخالف صلاح است و فسادکاری دیگرگونی است که به چیز تاثیر میرساند و آن را فاسد میکند. این معنای آن را دارد که صلاح اصل است و این دلیل بر آن است که پیش از هر فسادکاری بنی اسرائیل صلاح یعنی وحی و پیام از خدا آمده است و از این را ذکر کتابی به موسی نازل شده پیش از ذکر فسادکاری در آیات ها آمده است. و ما به موسی کتاب دادیم و آن را مایه هدایت برای بنی اسرائیل گرداندیم و فرمودیم که جز من کارسازی برمگزینید. پس فسادکاری در اینجا فسادکاری عقیدوی است و آن در دوره اول خود پیش از اسلام با مخفی داشتن و پنهان کردن کتاب و پهن کردن تحریف در بین بشریت و گمراه کردن آنها به جای هدایت نمودنشان به آن بود. فساد در اینجا موجود نبودن معیارهای درست است که با آن حقیقت از باطل معلوم می شود. فسادکاری باشد این از بین رفتن این معیار است و آن همچنین نبودن ملت است که این معیار در آن تجسم
می شود. دوره فسادکاری دوم مبارزه بنی اسرائیل با وحی نو و رسالت اسلام است تا خریطه وجودی آنها جای آن را بگیرد. این کاری با جد و جهد بنی اسرائیل برای از بین بردن توازن واقعی از اخلاق و حیات اجتماعی و علوم و صنعت و ادبیات بشریت بباشد. اوج این دوره این است که موجهای تحریف و خریطه هستی بنی اسرائیلی به ملتی که اولین فسادکاری را از بین برد که ملت اسلام است نفوذ میکند و این خریطه تحریف شده قانون، سیاست، علم، ادبیات و صنعت امت اسلامی را تشکیل میدهد و دولت را در جای خدا میگذارد و معیار ویران میشود و به این وسیله دوره فسادکاری دوم به پایان میرسد. اما رسالت اسلامی از جانب خداوند محفوظ است و از تحریف و تغییر معصوم. امت وحی باز به وحی و به رسالت برمیگردد و خداوند آن را دوباره نه تنها برای جزا دادن بنی اسرائیل بلکه برای بار دیگر برقرار کردن عدالت در روی زمین زنده میگرداند. در آمدن به مسجد اقصی نشانه این اصلاحات و همراه آن خواهد بود. زمین اگر معنای واژه زمین را در قرآن بررسی کنیم آن بار با وصف معنای سرزمین مقدس چنانه که در سوره انبیا آمده است محدود شده، در چند جای دیگر کاملا به چند معنا ذکر شده است که معنای یکم چنانه که در سوره آل عمران و زخرف آمده است تمام کره زمین است. دوم به معنای نوع زمین یا خاک آن چنان که در سوره بقره آمده است. سوم به معنای پارچه در روی زمین است چنانه که در سوره توبه آمده است. چهارم معنای مصر است چنان که در سوره یوسف آمده است و دلیل آن است که قرآن چیزهای را به نام میخواند که در زمان رخ دادن حادثه در میان مردمش معلوم بودند. مصر به زبان فرعونی در آن زمان واقعه های داستان یوسف تا یعنی زمین نامیده میشد. بنابراین سرزمینی که شاهد دو فساد بنی اسرائیل است تمام زمین است نه تنها سرزمین مقدس. این معنا با گفتاری او تعالی در سوره اعراف ثابت می شود و آنان را در روی زمین به امتها تقسیم کردیم و سخن در اینجا نیز درباره بنی اسرائیل است و تقسیم در زمین مقدس امکان ندارد زیرا آنها اگر در خود همان زمین می بودند آنها یک جایی می بودند نه تقسیم شده. این را نیز فرموده خداوند متعال تأیید می کند و در سراسر زمین فسق و فساد می کنند یعنی تمام روی زمین. اما در مورد وارد شدن به مسجد در فرموده خدای تعالی و به مسجد داخل شوند این در مرحله نهایی دوره فسادکاری دوم روی میدهد. از این را این وارد شوی در زمان حضور بنی اسرائیل در سرزمین مقدس تنها بار دوم رخ میدهد. اما قول خداوند متعال چنانه که بار اول به آن داخل شدند این نشانه است که معلوم میکند که آن بندگان در هر دو مراتبه هم همان بندگانند. دو مراتبه در اینجا یک حادثه مشخص یا واقعیت تاریخی نیست بلکه یک دوره پره فسادکاری دائمی است که پس از اصلاح می آید. قرآن کسی را بغیر از بنی اسرائیل با برتری بزرگ وصف نکرده است و اصلا کسی را بعد از بنی اسرائیل بغیر از فرعون به برتری وصف نکرده است. ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا. برتری فرعون در اینجا نه تنها برتری مادی بلکه برتری ایدئولوژی بود زیرا او در ذهن تابعانش به جای خدا جا شده. وقال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری. او خود را سرچشمه نیکی و بدی و معیار درست و نادرست قرار داد. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. از این رو مقصد از برتری بنی اسرائیل خود همان برتری فرعون با تشکل اعتقادها، تصورات و ارزشها برای انسانها در سراسر جهان توسط وحی تحریف شده بود. اگر در اینجا مطلب از برتری تنها برتری مادی از طریق ظلم، تکبر و داشتن سلاح می بود، ایمپریاها و دولت‌های
بزرگ از بنی اسرائیل در برتری اولاتر بودند. فرستادن این به معنی با رسالت فرستادن است. بعث این چنین به معنی بیدار کردن و برانگیختن به مثل بیدار شدن از خواب و از مرگ زنده شدن است. این همه به ملت عرب داخل دارد که پیش از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم نام و نشانی نداشتند، ولی پس از فرستادن پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها رسالت را به عهده گرفتند و از خواب و بی‌فعالیتی خود به سبب غزوات و فتح‌هایشان بیدار کرده شدند و در خود همان وقت رسالت را می‌رساندند. این است معنای به سر شما فرستادیم. بندگان ما. در قرآن کلمه بندگان تنها برای وصف اهل ایمان ذکر شده است، چنان که در سوره فرقان و انبیا آمده است. کمترین مقامی که واژه بندگان هم در آن آمده است مقام توبه، پشیمانی، استغفار است، چنان که در سوره زمر آمده است. کلمه بندگان در قرآن برای توصیف غیر مؤمنان بجز در دو مورد در سوره های فرقان و مائده ذکر نشده است. این دو مورد درباره در آخرت بودن آن گپ میزند، نه در دنیا. کلمه بندگان خدای متعال به صفت بندگان ما علاوه کرده شد و اراده خدا به اراده آنها تبدیل یافت. چهره های شما را ناخوش سازند، یعنی زشت و رسوا گردانند، و در قرائت اهل کوفه چهره های شما را زشت گرداند، یعنی خداوند چهره شما را زشت گرداند، و در قرائت دیگر چهره های شما را زشت کنیم، یعنی ما میتوانیم چهره شما را زشت کنیم از روی خبری خدا درباره خودش. یعنی این است اراده خدا درباره ناخوش کردن چهره بنی اسرائیل در وعده مراتبه دوم. پس اراده این بندگان اراده خداست و بندگان در هر دو مورد همانها هستند چنانه که در آیاتها بیان شده است. آنها هنگام فسادکاری دوم همه وقت حضور دارند، زیرا چیزی نوشته خدا به بالای آنها جاری شده بود. سپس ای بنی اسرائیل شما را به بالای آنها غلبه دهیم، یعنی بر ضد این بندگان غلبه را به بنی اسرائیل برگردان و به مسجد درآیند، یعنی مسجد اقصا، و این نام قرآنی آن است. این زمین قبل از نزول قرآن با این نام معلوم نبود، بنابراین نامگذاری همچون مسجد اقصا نام قرآنی این مکان است، زیرا قرآن جایهای را با نامهای میخواند که هنگام وقوع حادثه که درباره آن سخن میگوید معلوم باشد. این دلیل آن است که بنده هایی که هر دو مراتبه وارد مسجد می شوند بعد از مسجد نامیده شدنش است، یعنی پس از نازل شدن سوره اسراء نه پیش از آن. این روایت های را رد می کند که گویا بندگان بخت و نصر و یا کسان دیگری هستند که به سر بنی اسرائیل فرستاده شده بودند و آنها بسیارند. یعنی اگر وعده مراتبه دوم فرا رسد شما را گروه گروه از قبیله ها و منطقه های گوناگون در یک جا که آن سرزمین مقدس است برای اعلان پایان فسادکاری دوم و عملی شدن وعده آخرین جمع می آورد. محمد رسول خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سخت گیر و در میان خود مهربانند. آنها را در حال رکوع و سجده می‌بینی که از خداوند فضل و خوشنودی می‌طلبند. نشانی درست کاری آنها در چهره‌هایشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنها در تورات است. آیت سوره فتح این معرفی ملت اسلام در تورات بوده به وصف آیت سوره اسراء مطابقت میکند. با همین این دو آیت در وصف آن بندگان مطابقت میکند که در برابر کافران شدید و سختگیر هستند برابر با بسیار نیرومند و پیکارجو هستند و در حال رکوع و سجده میبینی که از خدا فضل و خوشنودی میطلبند با بندگان ما برابرند. این معنی
آن را دارد که خداوند بنی اسرائیل را در تورات با بندگانی که به سوی آنها میفرستد یعنی محمد رسول الله و همراهانش آشنا کرده است. وعده اجرا شدنی است. این وعده در تورات آمده با فرستادن بندگان به سر بنی اسرائیل برای اصلاح فسادکاری آنها و آشکار ساختن حقیقت پنهان کرده اشان می باشد. پس هنگامی که وعده نخستین آن دوبار فرا رسد، گروهی از بندگان بسیار نیرومند خود را بر شما برانگیزیم، پس برای قتل و کشتار درون خانه ها را جستجو کنند و این وعده شدنی و قطعی است. در حقیقت وعده با فرستاده شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم با وحی اجرا شد. از این رو صاحب علمان از بنی اسرائیل اجرا شدن این وعده را اعتراف میکنند و وقتی قرآن بر آنها خوانده می شود به سجده می افتند و می گویند پاک است پروردگار ما، وعده پروردگار ما عملی شونده است، چنانی که آیت های آخری سوره ما را خبردار می سازد. بیگمان کسانی که پیش از آن به آنها دانش داده شده هنگامی که آیات قرآن بر آنها خوانده می شود سجده کنان به رو در می افتند و می گویند منزه است پروردگار ما که یقیناً وعده هایش انجام شدنی است. وعده اجرا شدنی در اینجا همان وعده اجرا شدنی آغاز سوره می باشد. در این وعده با نازل شدن قرآن و ظهور یافتن محمد صلی الله علیه و سلم و فرستاده شدن وی و اصحابش به سر بنی اسرائیل برای عقاب ایشان و اصلاح فسادکاری هایشان عملی گردید. از مسجد الحرام به مسجد اقصی ذکر شدن آیت سفر پیامبر صلی الله علیه و سلم از مسجد الحرام به مسجد الاقصی دلیل کوچیدن وحی از مسجد الاقصی جای نازل شوی وحی به پیامبران بنی اسرائیل به مسجد الحرام سرزمین رسالت آخرین پیامبر صلی الله علیه و سلم است. به این معنی که مسجد الاقصی پرچم را به مسجد الحرام می سپارد. این نشانه پایان انتخاب و برتری بنی اسرائیل به وظیفه حفظ وحی و بیان و انتقال یافتن آن به امتی که برای این رسالت فرستاده شده است و آن امت اسلام است. خلاصه کردن آیت های نبوت با فرموده خداوند متعال. در حقیقت این قرآن به راه راست هدایت میکند. معنای آن را دارد که امت پیشوا در حال حاضر در بشریت ملتی که حامل قرآن است. بنی اسرائیل از یک ملت پیشرو به ملت پیرو مبدل شدند که باید به قرآن پیروی کنند تا هدایت شوند. آیت مقدمه پاک است آن خدایی که بنده خود را شبانه برد و آیت های پایانی در حقیقت این قرآن به راه راست هدایت میکند. پیام است به بنی اسرائیل که آنها دیگر نه امت وحی هستند و نه حمایتگران آن. در حقیقت خداوند آنها را از امتی پیشرو یا پیشوا به امت پیرو خاتم پیامبران و سرور رسولان تبدیل داده است و آنها هیچ راه برای هدایت و نجات ندارند مگر به پیروی از او و پیروی از قرآن که وحی محفوظ است. و اگر بازگردید ما باز میگردیم. اینجا سوال باقی میماند آیا فسادکاری بنی اسرائیل تنها دو مراتبه است یا احتمال بیشتر است؟ معنای و اگر بازگردید ما باز میگردیم در این زمینه چیست؟ پاسخی و اگر بازگردید ما باز میگردیم اینجا به قول شاید پروردگارتان بر شما رحم کند پیوند است و اگر بازگردید ما باز میگردیم، یعنی اگر به سوی الله بازگردید ما به رحمت خود باز میگردیم. اما فسادکاری بنی اسرائیل و برتری در سوره اسراء ذکر شده فسادکاری و برتری عقیدوی می باشد که همگی دو بار رخ می دهد، ولی فسادکاری مادی آنها از قبیل زوراوری، کشتار، تخریبکاری و امثال اینها بارها تکرار می شود، ولی آن به دو دوره فسادکاری عقیدوی شامل می شود که مراتبه سیوم ندارد. با همین دلیل خداوند آنها را با برانگیختن کسانی که تا روز قیامت به سر آنها عذاب بد می آرند، خواه مسلمان باشند و خواه کافر، تهدید کرده است. و نیز به یاد آور
هنگامی که پروردگارت اعلام کرد مسلماً تا روز قیامت کسی را بر آنها مسلط خواهد کرد که همواره به آنها عذاب سختی بچشاند. بیگمان پروردگارت زود کیفر است، همانا او آمرزنده مهربان است. حالا ما در کجای این قصه هستیم؟ در این روزها ما در اوج فسادکاری دویوم بنی اسرائیل یا کم پیش از آن عمر به سر میبریم. بلندترین قله تلاش آنها این تغییر دادن خود اسلام در همکاری با خائنان داخل صف مسلمانان است. وزیر کارهای خارجی امارات متحده عرب عبدالله ابن زاید 2 ماه پیش در یک توییتر نوشت که در آن از اصلاحات اسلام، اتحاد عرب و اسرائیلی در خاورمیانه یادآور شده است که این توییتر را بنیامین نتانیاهو استقبال نموده اشاره می‌کند که این نتیجه تماس‌ها و تلاش‌هاست که باید در این مرحله مخفی نگاه داشته شود. قدم‌های نزدیکشوی اسرائیل با امارات متحده عرب و گفتگو درباره واخوری‌های اسرائیل و امارات دیگر یک عنصر ناگهانی و نو یا مخفی نیستند، لیکن با ملاقات کاخ سفید آنها یک دورنمای دیگری را پیش می‌گیرند که بیرون از چهارچوبه فرهنگ، اقتصاد و ورزش و محیط زیست است، چنانکه در سفرهای قبلی وزیران اسرائیلی به ابوظبی روی داد تا که این نزدیکشوی قدم‌های با سرعت پیش گیرد که ما می‌توانیم تجسم آن را به زودی ببینیم. اما خدا وعده داده است که وحی را تا آخر زمان نگه می‌دارد. وقت فسادکاری به اوج خود رسد، وعده آخرین فرا می‌رسد. این به واسطه حاملان وحی الهی که با آن تربیت یافتند، عقل و روان آنها با واسطه آن شکل گرفته، رسالتش را به دوش می‌گیرند و مثل نسل اول که رسول خدا صلی الله علیه و سلم تربیت کرده بودند، برای هر چیز گرانبها را در راه خدا قربان کردند آماده اند. اگر این نسل پیدا شود، همان نسل خواهد بود که وعده آخرین را اجرا میکند. پس خروج ما حالا از مسجد الاقصی تصدیق پیام قرآن و وعده قرآن است تا به ما بگوید اگر خواهید که صاحب این فضل شوید، پس باید به بنده ما شدن برگردید. پس هنگامی که وعده دیگر فرا رسد، چنان دشمنان بر شما مسلط هستند که آثار غم و اندوه در چهره‌هایتان ظاهر می شود و به مسجد درآیند همان گونه که در مرتبه اول وارد شدند و آنچه را زیر سلطه خود یابند یکسره نابود گردانند. رمزی سوره اسراء، وحی را تحریف نمودن بنی اسرائیل و اثر آن بر مسیر بشریت.